آیا میدونید بزرگترین مصیبت برای یک مرد و زن مسلمان کدام است؟ عبدالله ابن مبارک رحمه الله می فرماید بزرگترین مصیبت برای یک فرد مسلمان این است که خطاها و کمبودی های خود را بداند ولی پروایی نداشته باشد و برای آن غمگین نشود. یعنی کوتاهی در عبادت و حقوق پروردگار، کوتاهی در حقوق بندگان، خصوصا در حق همسر و فرزندان، از این همه عیبها و خطاهای خود باخبر است و میداند ولی پروایی ندارد و حتی غمگین هم نمی شود. وای بر حال چنین نفرانی که حقوق بندگان را، حقوق پروردگار را زیر پا می کنند. مسلمان عاقل همین که از عیب و خطاهایش آگاه شد، بی‌پروایی نکرده فوراً از پی اصلاح خود می شود و برای عیبها و خطاهای خود غمگین می شود.